خب عزیزان خوش اومدید. من طرحمو استنسیل کردم رو پوست. الان شروع میکنیم با یه سوزن RL 1003 از رنگ 25% استفاده میکنم. با خط دو سرباز خیلی آروم آروم دارم این کار انجام میدم و با فشار دست خیلی کم. خب دقت کنید، من اینجا فقط دارم علامت میزنم که طرحمون پاک نشه. خب اینجا من از رنگ 25% یا همون رنگ لایتمون استفاده میکنم که فقط دارم علامت میزنم و نمیخوام تیره بشه و طرحمون خراب بشه. Can't believe how it all turned out. Bring me to life. When the night is falling, I feel the darkness calling. خب اینجا من فقط جاهای تیره تر رو علامت گذاری میکنم، کار به جاهای روشن تر ندارم. همین مدل ادامه میدیم، فقط با رنگ روشن علامت میزنیم. خب اینجا سر سوزن رو دقت کنید بچه ها، من خیلی کم وارد بدن میکنم یا وارد همون پوست مصنوعی. فقط هدفم اینه که علامت بزنم، این خطا رو ایجاد بکنم و در هم پاک نشه. کار به بقیه چیزا نداریم. رو بدنم همینه، چون من اگه اینجا رو خیلی بیشتر تیره بکنم با توجه به طرح اصلیه، I used to sleep with open eyes. I used to crave just to keep us alive. Now all I can see is we're drifting apart. I can't believe how it all turned out. Bring me to life. Bring me the light. Bring me the light.
خب الان خطا رو ایجاد کردیم، آروم آروم شروع میکنیم به سایه زدن و ایجاد بعد بیشتر کارمون. الان میریم تو روند سایه پردازی. من با RL 3 دارم این کار انجام میدم، چون طرحی که من پرنتش گرفتم خیلی بزرگ نیست و لازم ندیدم برم سراغ سوزنهای بزرگتر. تقریبا اندازه یه سوزن کارتریجه. I can't believe how it all turned out. Bring me to life. خب اینجا من سایه ها را به حالت پرتابی آروم آروم دارم انجام میدم و سعی میکنم یه سایه یک دستی ایجاد بکنم. با وجود اینکه با سوزن RL دارم این کار انجام میدم، ولی باز هم سعی میکنم یه سایه یک دست داشته باشم. I feel the darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. No one can see me من اینجا طرحمو پاک کردم، باز دیدم یک کوچولو نیاز به شارژ بیشتر داره و تیره ترش باید بکنم. باز رنگ 100% رو برمیدارم، آروم آروم شروع میکنم به سایه پردازی بیشتر. I used to sleep with open eyes. I used to brave just to keep us alive. Now all I can see is we're drifting apart. I can't believe how it all turned dark. Bring me to life. Bring me the light. 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 Bring me the I can't believe how it all turned out.
تا اینجای کار سایه ها تقریبا تمومه. من اینجا میرم سراغ سایه زدن به گلبرگ ها با رنگ 50% یا همون میدیوممون. آروم آروم شروع میکنم دوباره سایه زدن. خب بچه ها، من از جاهایی که تیره هستش شروع میکنم آروم آروم سایه زدن. بعد مطمئن بشم، بعد میرم سمت سایه روشن. چون اول از جای تیره کار نکنیم طرحمون همش کثیف میشه. اون سایه‌ای که چشم نواز و لطیف باشه رو نمیتونیم به دست بیاریم. واسه همین از جایی که تیره هستی شروع میکنیم به سمت روشنی طرح، طبقه که با طرح‌های با مداد انجام دادیم سایه ها رو انجام میدیم. Can't believe how it all turned out. Bring me to life. خب دقت کنید بچه ها، من اینجا حالت هلالی و به شکل پرتابی دارم سایه میذارم تا اون بعد خوابیده گلبرگمون رو بتونم ایجادش کنم. Darkness calling like I'm afraid to love. No one can see me now. No one can see me خب آروم آروم با همین سوزن RL3 من جاهایی که نیازه رو سایه میزنم. اینجا دقت کنید بچه ها، دارم ضربدری یه بار از پایین به بالا، یه بار هم از اون ور، دقیقا برعکس شو دارم این کارو میکنم. این سایه یک کوچولو یک دسته رو بره تو بافت همدیگر. خب بچه من اینجا سوزنم رو عوض میکنم، میرم یه دونه RM9 بر میدارم، چون جاهایی که میخوام استفاده بکنم یکم بزرگتره، واسه همین مناسبه فعلا. ولی شما هم میتونید گفتم RS استفاده بکنید و یا با توجه به طرحتون سوزن بزرگتر میتونید استفاده بکنید. کلا بستگی به خود شما داره. خب واسه اینجای کار من یه دونه RS11 بر میدارم بچه ها، به خاطر این گلبرگی که به سمت بیرون خمیده اونو میخوام سایه هاش رو ایجاد بکنم.
باز هم با همون رنگ لایت شروع میکنم به حالت سایه پرتابی. دقت کنید به حالت سایه پرتابی دارم آروم آروم این کارو میکنم. بعد که با سایه روشن ایجاد کردم، اگر جای نیاز به تیره تر شدن داشت میرم سراغ توناژهای تیره تر. نمیام از همون اول با رنگ مشکی کار بکنم یا با رنگ میدیوم کار بکنم بعد نتونم کاری دوباره تصحیحش بکنم. الان با رنگ لایت دارم این کار انجام میدم آروم آروم. بعد میرم سراغ توناژهای تیره تر. I can't believe how it all turned out. Bring me to life. خب دقت کنید بچه ها، باز هم با توجه به طرح اصلی این جای طرح یک کوچولو تیره تره. باز هم من شروع میکنم از جای تیره به سمت روشن سایه زدن.